سلام دوستان عزیز، خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه از کانال مستر امیر. امروز اومدیم بیت وارز با معرفی پک آقای هایکومبو 10 این دوز ناکس نالوتی برو تو کجای برید لدر کلاتیه این یارو رو بگیر به چیش هفته قما رو سیاه کنی دستت بذار تو دستم اشکال نداره پول بده بابا فکر کردم این پول بده دورچی مناطق محروم خب الان اینا تو بهشون نیستن شد بد نرم بسیم میخوام لدر کلاش کنم ببین دورچی بوین تو چقدر نمکی بزن موبین با کلفیلای کمرم شکست الان بریم پینک یا وایت بابا تو رفتی وایت وایت خب الان منو زدم منم زدم اون که یه وقتی تنها کسم بود تنها پناه دل بی کسم بود پنهام گذاشت و رفت از کنارم برو عقب دیگه بایسته بلاک زیرت بکنم نالم کردم پیشم میمونه ترانیه عشق واسمون کنه یال کردم من رفتم تو شاپ عجب چی خب اومدم کور میشی بدبخت دوستان عزیز موبین را ترپ کرده هم باش وایسه کوجه ای اومدش بیا اینجا گمه بابا نوب سگ باتکش فاتکش کیه؟ فاتکش؟ موبین را ترپ کردم ببارو هم ماله هم این دایمنده رو بردش بچه کوچه ای این بار بگیرش من میرم بدمون دایمنده رو بردش بچه کوچه این تو بچه جون داد این کار را میکنه ببینید چه ریسورس قشنگی اسکای خفن سورد خفن پشم خفن تر من اینو پشمه رو خیلی دوست دارم به کی؟ اینا خیلی استکم حتی هم مارمور ببین بگیرش اینو من میرم بدش بعدم من میخواستم اسم موبین همه بهش بگم موبین استثناستامش جمال حقیه برو بابا اول اسم آخرش عوض کنید میشه موبین فقط وایته؟ نه رد بلو هم هستن چرا همون نمیزنن واسه اینا خیلی دوست دارم فورت پلی بدم منم فورتیش رو دوست دارم فورتیش خب من را زدمش خدافظ برو باشه کوی نه زدم وای منو زد حتی موبیل چی شده ما وون اشکال نداره دنیا 2 روزه 100 سال اولش سخته بعدش میری بهش ای بابا You not my dick boy بیا بود باشه بلو هم اومد بلو تشکری موبین بچه ها موبین برای من از این زره ساختن
عشق نیست. آره لای 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 لای. بابا من مردم. ببین اگه تو اینجا رو اینجوری نمی‌کردی من میومدم من انتقام تو رو از ماشاءالله برو بزنه. یه سگ. You are gay. I am a good boy. خب یه چیزی بهت بگم پاره شدی چون ردا وی آی پی ان به پیکا چون دادن و آره عالی نمیشیم میدیم اینجا نوشته آر آی پی موبین که یه چف بیا ببین کو 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 اینجا بیشور آی تو این کردی بهت یوبوست داده نمیاد چنده قبر تو بود گناهان الهی بر تو نازل خواهد شد و تو در این دست میمیری خب این رده تو بچگی من فهمیدم چی کار لدر کلاچ لدر بلاش از دو بلاشون برتر عالی یعنی نیمه چی هم ازت کم نمیشم و من لدر کلاچ بلدم هیچکی بلد بابا ببین تو این بریج اگه افتادی یعنی خیلی بدشانسی نه خیلی هم بدشانس نیست بریم من میشه بلو اگه رفتی اون بیس بد مردی یعنی خیلی بدشانس خب رده و هیچ که فهمی الان میرم بده شد نام نام میکنم نام نام اگه تو اینجا 7 تا گلد به جای 8 تا گلد باشه بدشانسی اصلا 9 تا گلد بود 9 تا گلد خب خوبه بسید یه دونه شیرز بگیرم شیرزم کو شیرز تو کونست نه چی هیچ بش بچه شیرز تازه خریدم اون موقع شیرز نخریدم منطق یکیشون آرمور دایمندی داره ها تازه وایت هم هست وایت داره بهش روش میده مرد اونا که آدم وایت پروتکت داره الان من میرم مثل سلطان بدشون ابسیدیانه خب چی خب من 12 تو گل کجا در بیارم از تو چی جنریتور منظورم خداحافظ خب مرسی که این ویدیو رو تا اینجا تماشا کردید من قرار بولی بشم و خداحافظ خب ویدیو تموم شد؟ نه بابا اسکول کردم هشتگ نمه موبی نازاری همگی تو کامنت هشتگ نمه موبی نازاری با 13 تا دامانده میخوام من گیمو برای تو کلاچ کنم دامانده یا آمارالده؟ آمارالده آفرین موبین نکته بگیر چرا لدره رو نذاشت؟
من برم اینجا الان- دایمندا اینجا رو بردارم پتایوی هم گرفتم. بابا اوه خب دیگه دایمندا خودشون جمع کرده بس من برم اونجا چیز میشه. یعنی چند فقط تا دایمت داری؟ 13. خب 3 تا دیگه میخوای؟ نه 14 تا شد. 2 تا الان بیس خب. خودمه میرم میگیرمش بعد چرا بازم رفتی رو؟ همینجوری مثلا اینجا یه سر رو هم بود گفتم بگیرم. برو حواست- شمشیر دایمندی هم بگیر. کسی میخواست بیاد بگو من خودم یه گپ بکنم. نه اینجا ها نیست. 20 تا دامنده به به الان میرم. او ردو هست؟ نه یه دونه رده یه دونه وایت. الان میرم همه‌شون رو با هم میکشم. آها. اول یه پرایوت آیوی بقیهش فورج. فورج میخوای چیکار؟ خب همین وای میست یه هیل پول میگیرم. خیلی خوب بریم نگه سراغ میخوان امرالد. بیان تو بیس. دامون شمشیر دایمندی بابا 4 تا امرالد به نظرت باش جامبوس بگیرم یا باش پل بگیرم؟ نمیدونم. باش جامپو اینا میگیرم اوکی. یا اینویز بگیرم. اینویز نداره. نه یه پل میگیرم باش. نه جامپو اینا میگیرم. اوکی. خیلی خوب خب. این رده تو بیس خودشه. این وایت هم تو بیس رده دارن با هم فایت میکنن. ببینیم کی میبره این وایت یا این رده. وایت هی داره فایربال میزنه. رده هی داره میره بالا. وایت اسکوله. من چرا این همین چیز بسکنم ردم. یکم وول نخریدم. نمیدونم. این رده یه جا همش کمپ کرده داره میاد پایین در رفت. رده داره ران میده. وایت یه فایربال میزنه رد میمیره. خب کجاست وایت کجاست؟ وایت تو بیس رده. مطمئن؟ آره. یکم از HP هم کم نشد. مگه تو کجایی؟ بس ببینم. اینجایی. برو. من رد بغلم. بیا اینجا رد. رد تو بیس رده. نه وایت تو بیس رده. رد که هست. هنو اون توه؟ آره داره استک میکنه. بیشرف. من میخوام فایربال بکنم جامپ کلی کنم. فایربال داره. نمیدونم. داره میره بیس بلو. استایپ میشه؟ ما بزنیش. جان ناله کن. جی. خیلی خوب ببینید با پک های کمبو شما میتوانید یارو زده جی ببین داره میسوزه. پس با پک های کمبو شما میتوانید وین های خیلی خفن و اسنایپ های خیلی دقیق داشته باشید. دیدید چه اسنایپ دقیقی کردم؟ پس برید پک های کمبو رو دانلود بکنید. خداحافظ. خداحافظ.